بنابراین در یک حدیث دیگر گفتن که الله تعالی خنده میکند به آن آدم‌هایی که به جنت زنجیر پیش کرده برده میشن. بعد پرسیدن که چه خیر یا رسول الله؟ آخر زنجیر پیش کرده بردن، یعنی همین مسئله تیوی ما هم همین خیلی است. یعنی ما مجبور کرده مردم به جنت کشاله کرده برده ایستادیم که همین مسئله گوش کن 1 دقیقه خلاص، یا که 30 ثانیه خلاص، یک مسئله اقلا تعلیم گیر. اون مادامی که 1 ساعت گوش نمیکنی 1 دقیقه گوش کن، یا یک عنوان مونده که دقتی مردم جلب کنیم. یعنی همین یک نوعی مردم به جنت کشاله کرده بردن. مردم نمیریم میگم زنجیر پیش کرده بردن. این است که آدم به نماز بامداد بیدار میکنید، 10 بار بیدار میکنید، زوران بیدار میکنید، از علل خصوص فرزنداتون کشاله میکنید، یا طلب علم کن میگویید، پول وعده میکنید، تحفه میدهید، سخنهای نیک میگویید. همین کشاله کردن است به جنت. او به جنت باید خودش دویده رود اصلا. فهمیدید؟ یعنی الله تعالی خنده میکند گفتن از آن آدم‌هایی که به جنت زنجیر پیش کرده کشاله کرده برده میشه. و نخود جنت هم خیلی جا باشد. در این حدیث هم با همین یک اسلوبی عجیب بیان کردن که یعنی که کسی که اگر من اطاعت کند وارد بهشت میشد، و کسی که اگر اطاعت من نکند وارد دوزخ میشد. گویا که نخواست از در آمدن به جنت.